دوستان بالاخره بعد از 3 سال راجع به رستوران البرز شنیده بودم، ولی این دفعه اولی که میام اینجا رستوران سر دولت رو رفته بودم ولی به این خوبی نبود. از بزرگتون که سالادات سوپ اصلا مهمتر دوستایی که با هم اومدیم و شیشلیک و کباب بره و لقمه و ارزم بزرگتون که جوجه کباب. از مهندس آقا جانی عزیزم میخوام که یک توضیح راجع به غذا بده. غذاش خیلی جالب ما بخاطر اینکه غذا به صورت کمال زیاد دوست داریم، غذا بسیار می‌کنیم. نظر من اینه که من حالا تو آخرش رو بگیم رضایت ما رو جلب کنم که بیشتر میشه. یه محیط همسنگی چند محیط چند از سالادم چشم برگرد غذا چند کنیم برگردی تمام شد. باید گزارش بنویسه.